بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های بدانه خواهرم. امروز در این برنامه به موضوع بسیار مهم میپردازیم. عیبجویی یعنی چه؟ عیبجویی چگونه صفتی است؟ اسلام در مورد این عادت چه گفته است؟ پس با ما همراه باشید. عیبجویی یعنی آشکار کردن یا بیان کردن کاستی ها و اشتباهات دیگران با هدف سرزنش یا تحقیر. اسلام دینی است که ما را به اخلاق نیکو و احترام متقابل دعوت می کند و عیبجویی را عملی ناپسند می داند، چون باعث تحقیر دیگران می شود و صفت نیکو بودن را در ما از بین می برد. در سوره حجرات آیه 11 خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنان بهتر از ایشان باشند. و در ادامه همین سوره در آیه 12 آمده است: و از یک دیگر غیبت نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ پس از آن بپرهیزید. عیبجویی معمولاً با غیبت همراه است که خداوند آن را همانند خوردن گوشت مرده برادر دانسته است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: هر کس بر مسلمانی پرده پوشی کند، خداوند در دنیا و آخرت بر او پرده می کشد. روایت صحیح مسلم و ترمذی. و در حدیث دیگر فرمودند: ای کسی که به زبان ایمان آوردید و هنوز ایمان به دل شما وارد نشده، غیبت مسلمان را نکنید و به دنبال عیوبشان نباشید. و باید بدانیم این که عیبجویی چه آثار منفی به همراه دارد: ایجاد کینه و دشمنی در میان مسلمانان، نابودی اخوت اسلامی، دوری از رحمت الهی، سقوط در نظر مردم و نزد خداوند، بازتاب عمل به خود شخص. کسی که عیب دیگران را جستجو می کند، خداوند عیب او را آشکار می سازد. راهکارهای پیشگیری از عیبجویی اینها هستند: یادآوری گناهان و عیبهای خود در نزد خود، طلب استغفار برای خود و دیگران، تمرین زبانداری و کنترل گفتار، محبت ورزی و حسن ظن به دیگران به خاطر رضای الله. و هر زمان می خواهیم در خود تغییراتی بیاریم، باید سیره قشنگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم را ببینیم. پس بدان ای خواهرم، زبان خود را از عیبجویی و غیب پاک نگه داریم و دلهای من را با محبت، عفو، پوشش و بر عیب دیگران زیبا کنیم. همان طوری که دوست نداریم دیگران از ما عیبجویی کنند، ما نیز برای دیگران مایه آزار و شرم نباشیم. تا بدان ای خواهرم دیگر، در پناه خداوند مهربان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.